اونچه که اینها رو عصبانی میکنه از ملت ایران، وادار میکنه به اینجور تصمیم ها، اون سرافرازی ملت ایرانه، گردنکشی ملت ایرانه، این روحیه استقلال، این روحیه قدر خود شناختن، این روحیه عدم تسلیم که در ملت ایران به برکت اسلام و قرآن به وجود آمده، اینه که اونها رو عصبانی میکنه. میدانند که اسلام وقتی در یک کشوری رسوخ کرد، روحیه استقلال در اون کشور چنان خواهد بود که دیگه زیر بار اونها نمیره. تحریم مال امروز و دیروز نیست. اوائل تحریم وجود داشته است، البته تشدید کردن، اثر نکرده، باز تدبیر دیگه اندیشیدن، اثر نکرده است. تحریم از اول بوده است. اینا امروز تحریم را دشمنان ما، چه دولت آمریکا چه بعضی از دولت‌های اروپایی، تحریم رو مرتبط کردن به مسئله انرژی هسته‌ای. دروغ میگن. اون روزی که اینا تحریم‌ها رو برقرار کردن، انرژی هسته‌ای در کشور نبود، صحبتش هم نبود. از روی بغض و کینه‌ای که دارن تصمیم میگیرن تحریم‌های غیر منطقی، تحریم‌هایی که همه عقلا و انسان‌های با انصاف عالم وقتی نگاه میکنن میبینن اینها کارهای غیر منطقی، در واقع وحشیانه است. یک جنگ با یک ملت است. البته در این جنگ هم توفیق الهی مغلوب ملت ایران خواهند شد.